د افغانستان مشهورترین خواړه، پخواني تاریخ لرونکي خواړه. چقدر خوش میشه که یک شاگردتان وسطا شو و کار خود شروع کنه؟ معلوم دار خوش میشیم که ما یک آدم یک و ما تقریبا در حدود 20 سال میشه که ما در اینجا چاینکی میخورم. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. له ټولو هیوادوالو مننه چې زموږ خپرونې ګوري، هغه که د دنیا په هر کونج کې، که هغه د هر قوم وي. مننه ترې کوم دوستانو. نن مو خپرونه ځانګړې کړې ده چاینکیو والا ته. په لوحه یې لیکلي وحید رستورانت چاینکي فوق‌العاده از گوشت گوسفند. دوستانو، د افغانستان مشهورترین خواړه، پخواني تاریخ لرونکي خواړه. نن غواړم چې خپرونه همدلته چمتو کړو. له تاسو ته هیله ده چې خپرونه تر اخره له موږ سره وګورئ. مننه، راځئ. ملګرو، دا پخواني هغه تاریخي هوټل دی. فکر کوم چې څو کلونه مخکې دغه هوټل جوړ شوی دی. نو ډېر معلومات به له دلته له کارمندانو څخه وکړو، او همداسې له د دې ځای کوم مسؤلین چې دي. ملګرو، بیا هم ښه راغلاست درته وایم. دا هغه چاینکي هوټل دی چې دلته تقریبا کلونه تاریخ لري. نو له دې ورونو نه به پوښتنه وکړو چې دا څومره تاریخ او له کوم ځای نه خلک راځي د دې خوراک ته، او بله دا چې د دې طریقه به کوم کولی شو. کار خو سخت دی، هر څوک یې نشي کولی، خو بیا به هم یو څه معلومات له دونه واخلو. سلام بیادر عزیز، خوب هستی؟ سلام علیکم بیادر، صحتم خوب، خیرتی، جان و جور. اما اسمتان که بگویید؟ استاد وحید. استاد وحید تو هستی؟ بله ما هستم. در موزیر چی که نوشته است؟ آدم ما گفتیم کدام ریش سفید شاید باشه. ریش سفید های ما برای رضای خدا رفت دیگه، نوبت جوانا ساله. برای خدا اونو را ببخشه و ما شما را خدا خیر کنه. وحید جان، در سر اول که عمو چاینکی را تعریف کنی که چاینکی چی است؟ چاینکی بیادر از گوشت و گوسفند است. چاینکی نمی خاص چاینکی نمیست که در خود چاینک پخته میشه، اون چاینکی است. امیر در چاینک پخته میشه؟ بله، در خود چاینک پخته میشه. یعنی در وقتی چقدر پخته میشه؟ یعنی چند تقریبا در 4 ساعت 4 و نیم ساعت پخته میشه. اما اول که میایین بله کار شروع میکنین از اول از 5 صبح که ما شروع میکنیم کارا. نه گوشت ما وقت چوتا میکنیم؟ نه گوشت ساعت 3 بجه میریم. خب دی روز که ما آمده بودیم تو جا مصروف بودیم. اون وقت
تو اتاق پرچیز میکنیم در فلیزر با صبح توزیع میکنیم در چاینکا. چاینک چقدر گوش است؟ 200 گرم. 200 گرم؟ بله. و قیمتش باش چقدر است؟ 200 افغانی. 200 افغانی. مگه ارزان است؟ بله دیگه خوب. و چند رقم است؟ شوروا داره یا قرمهش است؟ چاینکی دو رقم است. قرمه‌ای هم است، شوروایی هم است. شوروایش باز باید شوروایش نان بخش میده میکنه، باز یک ذره کفش اضافه میکنیم شوروا میشه. قرمه‌ای که بخوره در ما خودش است. در روز چند تا چاینکی برابر پخته میکنی؟ بازار از دیگه یک روز کم یک روز زیاد میشه، خدا را شکر. ما آمدیم هیچ جای پور است. همه جایی که پور است اینه که خلاص شد بس خلاص. باز خلاص از دیگه. نفرا میگه که چاینکی بیار که خلاص شد باز شما میگی باز بگم دیگه نیست دیگه. دینیش چند چاینک جای میشه؟ والا حساب نکنیم که چقدر چاینک جای میشه. حساب نکنیم؟ سال با بهتاری حسابش کنیم. چقدر گوش میارین؟ میاریم یک گوسفند 1 کیلو 15 کیلو را. خب با دست خودش حلال میکنی؟ نه از قصابی میگیریم. از قصابی؟ بله. کدام روز خودتون نمیشه که گوشت گوساله برید بده؟ تو از گوساله پخته نمیشه، چاینکی هم نمیشه. باز تو میشناسیم؟ با معلوم دار دیگه، حالا خب از ما دیگه فیسبوک کار ماست. خب و در ترکیبش یک گپ از مامان کیره که میپرتی روغنش میپرتی چی میایه پیاز یا دیگه چیز؟ روغن خود می گوشت است، همون گوشت است و دنبه است که در خود می چاینک با کلش توزیع میشه به اندازش. دیگه مسالهش بانجان رومی است و پیاز است و سیر است و نمیتونه یک مساله دیگه است. ولی خونه میسوزه؟ میسوزم. همیشه نفر برش متوجه نباشه میسوزه. چند نفر داری؟ 2 نفر هستیم. 2 نفر؟ بله. تو خدا خود کارگر هستن یا گارسون داخل. کلش نفران چند؟ نام خدا میشه 12 نفر. ماشاءالله. و خب چند ساعت کار هست مجبور است. فقط از 11 تا 2:30 3 بجه را. کدام جایی که از نفر زنگ برات بزنه که از سینمای پامیر یا دیگه جای یک چاینکی روان کنین اون سیستم دارین یعنی روی میکنیم بس. سینمای پامیر خود جایی که دور ببرن میان خودشون میبرن. دی منطقه چوکی جا که باشه باز میبرن بس. یک گپ نگفتی که چقدر وقت میشه که این هتل آباد کردین؟ از این چاینکی چقدر وقت میشه که کارش شروع میکنه؟ از آبادی دکان و هتل خو یاد ما نمیاد، خب بسیار قدیم است. از پیش از تو کی کاروباری چاینکی؟ پدرم این کار میکرد. بله. اونو باز تو تریننگ؟ بله بعد از دیگه من خودم یک کسب کار پیش میبرم. این کسب کار یاد گرفتن آسان است؟ والا آسان سی کار. بله تجربه کار داری. سلام استاد جان، خوب هستی؟ و علیکم السلام، جور بخیر. چقدر وقت میشه که در هتل وحید کار میکنی؟ 12 سال میشه. 12 سال میشه هستی؟ بله. چقدر تجربه حاصل کردی اینی؟ یعنی کم دیگه تجربه دارین ده. چند ساعت همیشه استاد میشی؟ 400 استاد میشی در روز؟ کدام روز دست خود نسوخت؟ میسوزه تو. میسوزه؟ باز هم سوختن نفر بسیار بازار میکنه، باز چی میکنی؟ هم پلاسترش میکنم. پلاسترش کار میشه. و کار توم خراب نشه. نه کار نمیشه. تشکر بسیار. بخیر باش، آرام باش.
سلام علیکم کاکا. بله سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جور هستین؟ بسیار معذرت می‌خوایم که ببخشید. نانم می‌خورین، ما یک چند تا گپ کردید میزنیم. اسمتان؟ اسم ما عبدالناصر است، یک باشنده دکاندارای سر چوک هستم. خب اینی بچه ایتان است؟ این بچه‌کای ما هستن و یارو هر روز جمعه اینجا که میشه بسیار خوب چاینکی میته. ما به میجه هر روزای جمعه یارو میاریم برای خاطر چاینکی از میاد دیگه. البته که بسیار مگم مزیدار است که هر جمعه میایی؟ هر جمعه چی که دفته 2 روز 3 روز خودم میام، باز روزای جمعه یارو کدی خود میارم. چقدر وقت میشه که چاینکی رو نوش جان میکنی؟ چقدر وقت؟ یاره کدام جای دیگه چاینکی خوردین؟ یاره ما تا بال دیگه جای چاینکی خوردیم، خب به این لذتی که یا پخته میکنن دیگه جای پخته نمیکنن و ما تقریبا دمی حدود 20 سال میشه که ما در اینجا چاینکی میخورم. 20 سال میشه که ما در اینجا چاینکی میخورم و اینمی جای ماست یا اینجا میباشم یا در این نوک برنده شیشته میباشم. امیال ما جای خود آمدی؟ حالا در جای خود آمدیم و امروز بچه‌ام مکتبام رخصت است. امروز کارایی که میگورم خوردی؟ کرایی خوردیم مگم اینجا نداره، خود صرف اینجا شوروا داره و قرمه. است که ای و ای چقدر فرق داره؟ زیاد فرق در مزه. شاید که ما در پارک زازه هم رفتیم چند وقت پیش، خو این لذت که اینجا داره شاید که اونجا نداشته باشه. واقعیت شادم بگویه. خب بسیار تشکر که نانم میخوری که ما یک چند گپ زدیم. زنده باشین. تشکر از خودتان، یک جان سپاس. تشکر. یک نفر که میخواد که استاد شود باید کتی شما چقدر وقت قطعی ما دیگه تو کاری هست که بدری سه کمی همی به خود همون نفر تعلق داره دیگه که شوق کار داشته باشی دمون کار موافق است، اگه نداشته باشی فایده نداره. مقصد شاگردی لازم است. لازم است، معلوم داره دیگه. و اینجا چقدر نفرها میاید روزمره دیگه وقت نداره دکانداری دیگه. روزی هست که زیاد میاد، روزی میاد کمبود میشیم، روزی هست که میمونه. یاز دیگه دکانداری است. معلوم نیست. نه دکانداری و کت چینکی دیگه چیز است؟ سلاته داریم، دوغ داریم، پیپسی هست، این چیز هست. چای هست ها؟ نه کسی که از خارج آمده که دیده باشه من 100% پیش من چینکی میخورم. و اینجا ملګرو دلته دا چینکی دومره مینوالو ته حیرانون کې دي چې راځي خلک دلته ویډیو کوي او تصویر ورسره اخلي. د وای جان دم ډیره مننه خلکو ته امانت نه کوي. دوستانو که تاسو هم کله کولی شئ دومره ښه بوی دومره ښه مزه لري. خو وای جان کدام خاطره کدام تلخ یا شیرین؟ والا دیگه خواست زندگی سراسر تلخ شیرین داره. هر خاطرش تلخی هم میاد، شیرینی هم میاد. باز ما شما بنده هستیم، باید از کسی که صبر خدا را کنیم. بر حالت شکر. و در کارتان که تقریبا چند سال از پیش شروع کردین تا حال کدام فرق نامده؟ انشاءالله خود کوشش میکنیم که ترقی کده بریم و کدام کمبوتی نکنیم در کار خود. شاگردا را چه میکردی؟ شاگردا دیگه والا هر کدومش دیگه چین اندازه خود میفهمه. نه که شما فهم کرده باشی و او رفتن از پیشتان؟ والا به بسیاری تقریبا خدا گردن بسته نکنه که بیخی از فکرم دور شده دیگه. کدام جای رفتن؟ والا تو همین حال یک شاگردم در حال در چیز ترکیه همین کسب کار میکنه. خازیجا برده اوجا؟ عزیزا رفته. نه تو سرمایه نداشت بیچاره، شاگردی میکنه. خب مقصد می رستوران همونجا کار میکنه در یک رستوران. مقصد استاد تو بودی؟ بله این تو به مثل از 5-6 تا شاگردان رفته خارج هم رفته. کدام این رقم شاگرد خو برید پیدا نشه که نزدیک هتل شما کدام دکان خلاص کرده باشه هتل؟ نه تا بالا نکرده. چقدر خوش میشه که یک شاگردتان استاد شه و کار خود شروع کنه؟ معلوم دار خوش میشیم که ما یک آدم یک کس به یاد بگیره. خود این معلوم دار خوش میشیم بدر انسان از یک روز میجه هستم این امروز هستم صبح نیست. مثلا دیگه میرم یک سونه دیگه نه دکان مردم است. همون شاگرد اگه در پولیم باشه بدر خندانه برنامه ما کار در چل میشه. کدام روز شده که کدام نفر مصروف میباشید اگه پایش و کدام چینکی سخته باشه؟ تو که من مظلوم میباشم خاصانه نفر خاص هست اوجا فکرش از چینکی دیگه باز میسوزه ها یک روز میسوزه.
خو تشکر وایو جان شما هم تشکر بیادر سلامت باشی بخیر باشی ډیره مننه لیدونکو چې زموږ سره وای تر دې دمه د دنیا په هر ګوټ کې هسته که هغه د هر قومي پښتوني یا د بل قوم یا د بل قوم خپل لیدونکو ته ډیر احترام لرم دوستانو د ستاسو مثبت کمنټونه موږ ته ډیره روحیه راکوي ملګرو دا وه زموږ خپرونه چې نن مو د وحید په هوټل کې د چاینکیو د پخولو طریقه تاسو ته زده کړله هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي او هغه هیوادوال چې د وطن نه تللي وي په لیدو یې ستاسو مینه ماته شوې وي په رب مو سپارم ښه وختونه د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.